سلام دوستان، رضا هستم از کمپانی لوکاس فیلم و به کانال پرده ششم خوش اومدید. از این ماه یک بخش جدید داریم، ماهنامه هالیوود. از این به بعد هر ماه با هم برمیگردیم و نگاه میکنیم ببینیم در دنیای سینما چه اتفاقی افتاده. از باکس آفیس و استدیوها و جشنواره‌ها گرفته تا تکنولوژی، حاشیه‌ها و اتفاقاتی که شاید آینده سینما رو تغییر بدن. پس بریم سراغ ماه می 2026 یا به تقویم خودمون اردیبهشت و بخشی از خرداد 1405. شاید بهتر باشه از جایی شروع کنیم که هالیوود بیشتر از هر چیز دیگه بهش اهمیت میده. پول. باکس آفیس ماه می خبرهای جالبی داشت. بعد از چند سال پرنوسان دوباره نشونه هایی از برگشت مخاطبا به سالن سینما دیده میشه و آخر هفته مموریال دی یکی از مهمترین هفته های سینمایی چند وقت اخیر بود. فیلم مندلوریان و گروگو با حدود 100 میلیون دلار فروش 4 روزه در آمریکای شمالی و حدود 163 میلیون دلار در قسمت جهانی در صدر جدول گیشه قرار گرفت. اما نکته جالب اینجاست که داستان فقط درباره فروش نیست. برای کمپانی دیزنی این فیلم بیشتر شبیه یک آزمایش بزرگ برای آینده جنگ ستارگانه. چون با وجود اینکه فیلم شماره 1 شد، در عین حال پایین ترین افتتاحیه دوران دیزنی برای یک فیلم جنگ ستارگان رو هم ثبت کرد. این یعنی سوال اصلی هنوز باقی مونده. آیا مخاطب هنوز جنگ ستارگان رو به عنوان یک رویداد بزرگ سینمایی میبینه یا این مجموعه کم کم بیشتر به یک برند استریمینگ تبدیل شده؟ در همین زمان فیلم مایکل، زندگی نامه مایکل جکسون هم به حرکت رو به جلوی خودش ادامه داد و به نزدیک 780 میلیون دلار فروش جهانی رسید. اما شاید عجیب ترین خبر ماه اصلاً مربوط به فیلم های چند صد میلیون دلاری نبود. فیلم ترسناک ابسشن ساخته کری بارکر که خیلی ها اونو به عنوان یک یوتیوبر میشناسند، با بودجه کمتر از 1 میلیون دلار به یکی از شگفتی های بزرگ گیشه در ماه می تبدیل شد و تا الان نزدیک به 80 میلیون دلار فروش داشته. هالیوود عاشق چنین اتفاقاتیه، چون وقتی فیلمی با بودجه بسیار کم یک دفعه به موفقیت بزرگ میرسه، مدیرای استودیو یک سوال جدی از خودشون میپرسند. شاید نسل بعدی کارگردان ها دیگه از مدرسه های فیلمسازی و سینمایی نیان، شاید از یوتیوب بیان. اگه قرار باشه فقط یک رویداد رو به عنوان مرکز توجه دنیای سینما در ماه می انتخاب بکنیم، احتمالاً انتخاب سختی نیست. جشنواره فیلم کن، 79مین دوره جشنواره کن از 12 تا 23 ماه می برگزار شد و حال و هوای بسیار متفاوتی داشت. خیلی از رسانه‌ها به یک نکته اشاره کردند که امسال حضور فیلم‌های مستقل و فیلمسازهای مؤلف بیشتر احساس می‌شد و حضور پروژه‌های عظیم استدیویی کمی کمرنگ‌تر به نظر می رسید. در بخش افتخاری هم چهره‌های بزرگی مورد تقدیر قرار گرفتند. مثلا باربارا استرایسند و پیتر جکسون نخل طلای افتخاری رو دریافت کردن و جان تراولتا هم یکی از غافلگیری‌های جالب جشنواره بود. برای ما هم یک اسم آشنا در کن امسال حضور داشت، اصغر فرهادی. فیلم جدید اون داستان‌های موازی در بخش مسابقه اصلی حضور داشت و برای 5مین بار وارد رقابت نخل طلا شد. هرچند فیلم در نهایت جزو برندگان اصلی نبود و واکنش منتقدان نسبت به آثار قبلی فرهادی کمی متفاوت بود، اما خود حضور فرهادی در بخش مسابقه همچنان نشون داد که نام ایشون هنوز یکی از مهمترین نام‌های سینمایی ایران در صحنه جهانی محسوب میشه. اگر براتون جالب هست، نخل طلای امسال در جشنواره کن به فیلم درام فیورد ساخته کریستیان مونجیو رسید. فیلمی که دومین نخل طلای اون رو به همراه داشت و دوباره نامش رو وارد فهرست محدود کارگردانایی کرد که بیش از 1 بار این جایزه رو بردن.
اما شاید جالبترین اتفاق کن روی فرش قرمز رخ نداد. پشت درهای بسته تقریباً حرف همه در مورد یک چیز بود: هوش مصنوعی. هوش مصنوعی در نشست‌ها، گفتگوها و جلسات پشت پرده حضور بسیار پررنگی داشت. چیزی که جالبترش میکنه اینه که در ظاهر خیلی از هنرمندان نسبت به هوش مصنوعی خیلی محتاط یا حتی منتقد هستند. اما در پشت صحنه شرکت‌های فناوری و فعالان صنعت سرگرمی به شدت در حال بررسی همکاری‌های جدید هستند. AI is here. And so to fight it is to, in a sense, to fight something that is a battle that we will lose. So to find ways in which we can work with it, I think is a more valuable path. تا اونجایی که نتفلیکس همین چند روز گذشته اولین شرکت هوش مصنوعی خودش رو رسما راه اندازی کرد که به پروژه های فیلمسازیش کمک کنه. دیگه الان سوالی نیست که آیا هوش مصنوعی داره وارد سینما میشه یا نه. سوال اینه که تا کجا میخواد جلو بره. ماه می 2026 یک تصویر جالب از وضعیت فعلی هالیوود نشون میده. از یک طرف بازگشت نسبی باکس آفیس رو داریم، از طرف دیگه استودیوها هنوز دنبال پیدا کردن مسیر آینده شونن. در همین زمان تکنولوژی با سرعت زیادی در حال تغییر دادن قواعد بازیه. اگر روند همین جوری ادامه پیدا کنه، ژوئن هم احتمالاً ماه بسیار شلوغی خواهد بود، مخصوصاً با نزدیک شدن فیلم‌های بزرگ تابستونی و ادامه بحث داغ مربوط به هوش مصنوعی. یکی دیگه از خبرهای جالب ماه مربوط به مایلی سایرسه. اون در ماه می ستاره خودشو در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود دریافت کرد. اتفاقی که برای خیلی از هنرمندا فقط یه جایزه نیست، بلکه بیشتر شبیه تبدیل شدن به بخش دائمی از تاریخ هالیووده. اما قبل از اینکه ماه می رو ترک کنیم، بد نیست خیلی سریع به تریلرهایی هم اشاره بکنیم که در این ماه سر و صدای زیادی ایجاد کردند. تریلر جدید اودیسه ساخته کریستوفر نولان بالاخره نگاه دقیق تری به مقیاس عظیم پروژه داد و خیلیا از همین الان اون رو یکی از مورد انتظار ترین فیلم های سال میدونند. البته اودیسه فقط به خاطر تریلرش خبرساز نشد. حتما میدونید که انتخاب بازیگران هم بحث‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. بخشی از این بحث‌ها به حضور لوپیتا نیونگو مربوط میشد که یکی از نقش‌های مهم فیلم رو داره و برخی از منتقدا این انتخاب رو با تصویری که سالها از شخصیت‌های اسطوره‌ای یونانی در ذهن داشتن مقایسه می‌کردن و از طرف دیگه یک سری شایعات و صحبت‌هایی درباره نقش الیوت پیج یه موج دیگه از واکنش‌ها رو ایجاد کرد. در کنار اینا تصاویر جدید مسترز آف دی یونیورس هم منتشر شد. پروژه‌ای که برای خیلی از مخاطبها بیشتر شبیه یک آزمون برای برگردوندن یکی از برندهای قدیمی هالیووده و شاید عجیب ترین مورد فیلم بک رومز باشه. پروژه‌ای که از یک پدیده اینترنتی شروع شد و حالا تبدیل به یک فیلم سینمایی شده. اتفاقی که دوباره نشون میده در دنیای امروز ایده های بزرگ لزوماً از داخل استودیوهای بزرگ به وجود نمیان. خب اینم چکیده ای از ماه می و اولین ماهنامه. ممنون که اولین قسمت ماهنامه هالیوود رو با من همراه بودید و تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.